چرا اگه چرا شاهینی خیل کار کرد؟ نمیدانم آقا نمیدانم. دیده دانسته به سوی ظریف سلاح کشید. کو فهمونه چه خیل شد؟ تا حال باوری هم نمی آید. این شوخی نبود ها؟ خیل شوخی قلی بود ظریف رو میپراند. با سوی من یک مگزین تیر رو خالی کرده گریخت. خدایا توبه، هیچ باوری هم نمی آید. نمیفهمم چرا این خیل کرده باشه. من یک چیز رو نفهمیدم. شاهین با او چی ارتباط داشته باشه؟ من نمیدونم. ارتباطی قوی دارد. فؤاد امیر پدر اصلی شاهین است. چی گفتی؟ او هم نفهمید. معلوم که طرف پدرش را انتخاب کرده است. این حادثه کی رخ داد؟ چرا از ما پنهان داشته؟ تنها شاهین از شما پنهان نمی داشت. عارف هم پنهان داشت. عارف حالت خوب است؟ خوبم، هیچ گپ نیست. شما چه حال دارید؟ خوبم. شکرانه پسرم که مرا از جهنم خلاص کرد. اگر تو نمی شدی حالا یا در زندان بودم یا در مرگ. تشکر پسرم. عارف فیضیه چی میگوید؟ کنی فهمان شما به اجازت من چی کار کردنیید؟ یعنی اصلا وای راست گپ آقای مدیر، من در اول این رو چندان جدی نشماریدم. چرا؟ کسی بود است که گویا وای هم پدری من و هم پدری شاهین میشد است. پدر یک و مادر دیگر بود. بله برادر. این طور که باشد شما برادر هستید. راستی من به این باوری ندارم، اما شاهین بارها با اصرار میخواست که من باور کنم. یا رب یا رسول الله، پسرم شما مرا مسخره میکنید. مادامی که چنین بود چرا خبردار نکرده؟ راست میگوید اکی عارف، نخواد این رو از ما پنهان داره. گفتم کوبالتا، من این واقعه را جدی قبول نکردم. تصمیم گرفتم که تا آخری کار صبر کنم. فؤاد امیر نام شخصی بیماری وزین بوده است و پرستاری احتیاج داشته است. گویا محض به همین خاطر پسرهایش به یادش رسیدند. چند سال در کجا بوده است؟ کارلوس، من از کجا دانم آخر؟ یعنی شاهین پدرش را انتخاب کرد. بله. مردی ثروتمند و با نفوذ است. عقل و هوش شاهین را ربوده است. برای مال و ملکش نه. با گمانم که کارش به هم معقول نبود. او را همیشه با چشم بد نگاه میکردید. این گپ را از کجا برآوردی؟ آقای مدیر آیا دروغ است؟ با او یک روز باشد هم با او رفیقانه رفتار نکردید. شاهین فؤاد امیر را انتخاب نکرد، بلکه شما رو با او شوخی نکردید. فیضیه، اگر سخنهای تو راست می بود ما شاهین را سرداری گروه نمی کردیم. علاوه بر این ما کمیسر شاهین را از گروه خود دور نکردیم. خانم فیضیه از کردیم که او را دور کردیم، نخود که برای این قدر کاری خورد با سوی منزلا کشد. آمده دردش رو انسان بری میگفت. ما هم خطای کرده خود را میفهمیدیم. اکنون چیکار میکنیم؟ کایها باز از قفای ما شدن. بهتر است یک مدت پنهان شدن است. وضعیت ناآرام است و کارها با نفع ما می رود. از این سبب به یگان جا نمی رویم. یعنی چی خیل؟ چی چیز به نفع ماست؟ اکنون پیوست شده است، از دنیا بخبر است. عملیات های ما را می دانی. نقشه های ما تیار است و ما کمی کمک لازم. برای این کار یک مسافر می آید، نامش تام سمیت. برای چی می آید؟ اینقدر سوالی زیاد می دی؟ خاطر جاوید را بین. کمی مردی دغل است، همش را به تو می فهمانم.
مسافر آمد. مسافری منتظر بوده آمد. در کجاست؟ او رو در کجا پنهان کردید؟ جناب اسمیت را در یکی از خانه خود مهمانداری کردیم. اگر آماده باشید می رویم. خیر میلش، در این باره بعداً گپ میزنیم. این آدم پدرتان است، بابایتان است، فرقش نیست. او را باید یابیم. کنشینید. آقای مدیر، از من یگان خبر نیست. آخران مراتبه که با ما در تماس بود گفت که از خارج یک مسافرش می آید. این آدم کی بوده است؟ شخصی که در تبادلات‌های مصر، لبنان و سوریه بسیار فعال اشتراک کرده است. نقشه خریطه خود را کشیده عمل می کند. در تمام این کشورها اسلوب خاصه خود را داشته است. یعنی اکنون نوبت ما آمده است. آنها می‌خواهند که به واسطه مردم گردی همایی تشکیل دهند. در تمام کشورها این اصول را به کار میبرند. در دولت ما نیز این کار را کردن میخواهند. این آدم را باید هر چیز زودتر دست گیرد. راست گفتی. مرحمت. خوب شده است. این خبر را سومن روان کرده است. بسیار خوب. میلش بیده. بله فهمیدم. خوب شده است. در حال سفربر میشوند. او رو در سری قاضی در یک خانه جایگیر کردن زودتر باشد. با دقت باشد. او صاحب شناسنامه دیپلماتی است. او را باید زنده دستگیر کنید. اطاعت سردار. رفیقان میرویم. زودتر باشید. گوش کنید. سومن را احتیاط کنید. حیاتی او در دست شماست. باز به یگان خطاگیر راه ندهید. سردار. اطاعت سردار. اطاعت آقای وزیر. خداوند مددگارت. آمین. جناب فؤاد، میدانم که پسر شماست، اما با او باور کردن رو مصلحت نمیدیم. جاوید سبستن خان، او به سوی کارمندان تعیینات مخصوص سلاح کشید. قریب بود که او را میکشت. از کجا میدانید که باز حیله و نیرنگ دمت را نکرده؟ گیر سبستن خان. من هرگز اشتباه نمی کنم. شاهین اکنون از ماست. از من شبه کنو. از او نه. من فکرم رو گفتم. باقی کار در دست شماست. در اینجا چیکار میکنی؟ من باید این سوال رو میدادم. با من تماس گرفتند. من قبول کردم. این قرار رو با سردار یک جا دادیم. چرا آقای مدیر با من خبر نداد؟ احتیاجا ما رو نگاه دارند. یگان چیز رو آموخته؟ هنوز نه. از خارج کشور یک مسافر مخصوص می آمده است. جاسوسی مخفی. رفتی عملیات رو به مردم اینجا بوده می آموزند. بله، حاضر شنیدم. سراغ او رو فهمیدم. رفیقانم و علاقه سفر شدن. راست میگویی؟ دستت رو بالا کن. شاهین چی کار میکنی؟ دستت رو بردار گفتن. در اینجا چی گپ است؟ شاهین؟ این دختر رو به اینجا کی آورد؟ این دختر کارمند تعیینات مخصوص است. صاحب کارمند استخبارات همه را فهمیده است. یک دقیقه اشتباه شده است. چی کار میکنی؟ نامش سومن است. اگر خواهید رقم شناسنامه‌اش را میدیم. دستت را بردار. بردار! سنم صحبت کرده توانستی؟ نه اکا، جرأت نکردم. کاری مشکل است. اکا شبی دراز خواب نکردم. چی خیلی گفتنم رو نمیدونم.
چیکار کردنم رو نمیدونم اکا. بگذار از من بیند کارلوس. اکا آخر تا کی این خیل دوام میکند؟ اگر فهمد چی میشود؟ اون وقت حیاتت میسوزد. رفیقان با من گوش کنید. لبای عارف. در گمانم که سومن در درون است. برای همین باید با دقت باشیم. خوب شده است که عارف. کارلوس تو جای خودت رو گیر. خوب شده است اکا. برای کار. والتر، ظریف، شما قفا رو نظارت کنید. میلش. خلیفه ها چرا میدانی؟ شاهین این چی گپ؟ از این پس رفیقی تو با ما کار میکند. خواهی خدا تو رو لعنت کند. چرا این خیل کردی؟ کنی فهمان چرا فهمیده است؟ مکان مسافران را میدانم. بله میدانم. کارمندان تعیناتی مخصوص کیخوب از داخل خانه شدند. همتون رو دستگیر میکنند. خدا تو را لعنت کند. راست میگوید. بله نوبت شما هم میآید. این زن را پاره میکنم، میکشم. کارلوس آماده ای؟ من آماده ام اکا. ظریف شما چه حال دارید؟ اقرب دو همین که فرمان دادید آغاز میکنید. بسیار خوب. رفیقان سومن را فراموش نکنید. باید هر لحظه با دقت باشید. رفیقان از خانه یک نفر برآمد. برادران سر میکنیم. باید آنها را مغلوب کنیم. دیگر چاره‌ای نیست. آمدم نگریزی. هر دوی شما با اون طرف روید. زودتر. کنی بین چند نفرند. زودتر شو. خدایا آمدن. میگریزیم. رفته طریق قفا رو نگاه کن. شاید از اون طرف گریخت توانیم. زودتر. اکی والتر میبرویم. جانی آکاش بر آمدن گیرد. لعنتی ها اینجا رو نیچی هاته کردن. همه ما را میکشن. زودتر مرا از اینجا برانید. نباشد حالمون بد میشود. در بالای گناه ما را دستگیر میکنن. دمت را گیر. سرت را با بیرون نبرون. فؤاد مرا از این خبر نداده بود. گفته بود که پلیس نیست. نابود میشویم. دمت را گیر. مرد بر این رفتار کن. جناب فؤاد پلیس ما را احاطه کرد. کمک کنید. توم آرام شو. چه شد کنی فهمان؟ گپی من روز برآمد. رفیقانمون به اینجا حمله کردن. با من گفته بودی که پلیس نیست. گفته بودی که در جایی به خطر است. نگران نباش. تو را از آنجا نجات میدهم. چی خیر؟ در حال بیا. کمکم کن. هرگز زیدی آنها زوری نکن. در جایت است. تو صاحب شناسنامه سرخ هستی و تو یگان کار کرده نمیتوانند. من تو را نجات میدهم. الو. خدا لعنت کند. جناب فؤاد به خانه حمله کردم. بله. آدم های ما بسیار ترسیدند. معلوم شد که آدم های شما بسیار هم ترسانچه کند. کنی این رو به من ده. فکر نکن که ما تنها یک نقشه کشیده ایم. اگر این نقشه نشود به نقشه دویم میگذاریم. اما اول کاری تو را تمام میکنم. پدر یک دقیقه. نباید این دختر را بکشیم. چرا؟ این دختر برای تعیینات مخصوص بسیار هم مهم است، خصوصا برای عارف. آنها یکدیگر را دوست می‌دارند. بله. اگر زنده ماند برای ما خوب است. در برابر سومن تام را میگیریم. تام را بازپس میگیریم. عارف را میشناسم. برای سومن شده تمام کار را میکند. شاهین احمقی نکن. عارف برای من شده شرف وطنی خود را هیچگاه نمیفروشد.
شرط میکنیم. خواهی نخواهی به اینجا میآید. من او را میشناسم. لعنتی خدا بر تو، شرمنده به ناموس. جواب این کار کردت را میدهی. او را با دست خودم میکشم. ساده با من این خیر رفتار کنی جزایت را میبینی. تو سومن رو میبینی؟ نه، به فکرم که سومن در اینجا نیست. پس در کجا باشد؟ اکا اگر اینجا میشد به بیرون میبرامد یا آنها رو در درون میکشت. در اینجا نمیبینم. بهترش در آماده میبینی. دریف، بولتر میدرایم. شما آماده اید؟ اکا آماده ای میدرایم. بولتر میدرایم. قسم میخورم که همه آنها دیوانه. میآیند پرونت. نیست یکون کار کن. برادران میدرایم. خوب شست. من خطا نشنیدم. او به سوی خودش بمیرد صدا بزند. نمیدونم اکا، به گمانم که به سوی تو دوزد. جیره جان، من آخر آنها را دوست میدارم. اگر نقص بینی خودت رو نشان ده. میلش میرویم. سومن تو در کجایی؟ ظریف، بولتر شما چیکار کردید؟ در اینجا باز یک نفر دیگر است. فهمیدم احتیاط شد. یک نفر دیگر بوده است. 10 نفر باشد هم فرقش ای نیست. برادر، من برای خوبی خودت گفتم. من هم فکری آنها را دارم. والله که دیوانه ای، بالله که دیوانه ای، به خدا که دیوانه ای. سومن را ندیدید برادر؟ با گمانم در اینجا نیست. اکا در اینجا نیست. در اینجا یکون کس نیست. تو رفته توریست را یابیم. برادران به هر طرف پراکنده شوید. زودتر. بولتر میروی. زودتر. کارلوس ما سومن را میکاویم. همین که کارت را تمام کردی. زودتر به نزد ما بیا. کمکمون کن. زودتر. میستر براون. میستر براون چیست؟ از کجا دانم؟ در مکتب همین را آموختم. میستر براون یا میسیس براون؟ گمانم انگلیسی از همین عبارت است. آیا نسبی او براون است؟ براون نسب است. ای من قربانی خلاف تو شوم. یا رب. سومن در کجایی؟ برادران آدمی در کاری رو یافتم. زودتر به اینجا بیایید. اطراب یک فهمیدیم در حال میاییم. جوره راه کرد. او را یافتم. برادر، آیا همیشه حیاتی تو رو من نجادی هم؟ برای چی معاش میگیری؟ اگر برای همین کارا معاش میگرفتم قسم میخورم که در قصر زندگی میکردم. کارلوس خیر بس کن. خداوند مددگارت باشد. بولتر میروی.
نگوریش. برادران اکواری از پس یک کس میتوان راه کرد زود باشه زودتر خیز شاید راستیست احمق نیست من دیپلمات هستم شما حق ندارید دیپلماتیت با آخر است نیست چی شد؟ ترمزهایت ویران شدن ها؟ من یک جمله به زبان انگلیسی میدانم What can I do sometimes چی؟ اینجا بیا راستیست راه کرد رفته مسجدی سلطان احمد رو تماشا میکنیم راه کرد سومن؟ متاسفانه سومن چنان سیر تشویش است که با تو گپ زدن نمیتواند. شاهین؟ تو با سومن چیکار کردی ها؟ تا حال یگان کار نکردم. گپ زن سومن چه حال دارد شاهین؟ گوش کن اگر یگان کاری کرده باشی من سرت رو از درت جدا میکنم. بیا مردانه گپ زنیم. سومن در اینجاست اما او را آزار دادن میخواهند. اگر به او ضرری رسد اگر به یک تارموی او ضرری رسد در دست تو یک کسی مهمی ماست. چی بود است؟ مسافر خارجی او را به نزد ما آورده سومن را گرفته میروی. راضی؟ شاهین این آدم خائنی وطن است. این نابکار برای این آرام کردن کشورمان به اینجا آمده است. یعنی قیمتی او از سومن بالاتر است؟ شاهین من حتما تو را دستگیر میکنم. وقتی که براه برآمدی به من خبر ده. مکان خودم رو به تو گویم. اگر در بین نیم ساعت زنگ نزدی سومن میمیرد. الو شاهین الو خالد خدا تو را لعنت کند. اکنون چیکار کنم؟ سردید مرا سردید من نگم کار نکردم سردید دمت رو که بگم یگان کاری نکرده بودن. اگر یگان گناه نداشته باشی پس در لانه این تروریستان چیکار میکردی ها؟ چیکار میکردی؟ اینها به کجا رفته باشند؟ نمیدونم اکا من اکای عارف رو میدانم تا قهری بحر رفته او رو میابد. ای برادر آخر اکای عارف شنواری رو نمیتواند. پرواز کرده از دنبال او میرود. من اینش را فکر نکرده بودم. زودتر بچه ها زودتر عارف اکای عارف اکا خوب هستی؟ خوب هستی؟ اکا چی شد؟ خوبم چی شد؟ ناکار ناگاه پرم. نه تنها پرم. اکا او در کجاست؟ با این طرف گریخت. زودتر روید زودتر. تو خوب هستی در امان خدا باش. خیز شاید خیز کارم حالا با تو تمام نشده است. راه گرد. در کجاست؟ اکا نیست نوبکار گریخته است. اقرب دو عارف جواب ده او رو نیافته. اکای عارف مرا میشونمی؟ خدای تو بچه را جواب نمیدهد. اقرب دو عارف کجا شد؟ آیا از فکرش گشته است؟ عارف از فکرش بر نمیگردد. انا آمد. ولی راه گرد. تا حال چیکار کردنت رو نفهمیدم. بیهوده فکر نکن نمیفهمی. زودتر راه گرد. زود باش. پدر تو در اینجا باش. عارف دستهایت را دیدن میخواهم. دستهایت را از تیرزه بران.
آریف به تو میگویم اگر نامعقولی کنی سومن را میکشم. رفت ماشین را بینید. در آنجا کیست؟ گپ زنید. عارف در اینجا نیست. عارف کجاست؟ نمیدونم ولی در اینجا نیست. با فکرم پسرت در بلا موند. دمت را گیر. شاهین آخر میدونی که عاقبت کار به ضرر توست. سومن مرا دیوانه نکن. اینجا نآید. بدنش را کابر. ماشین را نیز نظارت کنید. گذر. این کار دیوانگی محض است. اگر یک کلمه دیگر گپ زنی عارف آمده جسدی تو را میبرد. مرا عصبانی نکن. ترسیدم. در بدنش یگان چیز نیست. عارف باز چی نقشه داشته باشه؟ چی شد؟ چرا نگاه میکنی؟ شاهین اکنون تمام حیاتت سوخت. سومن را رها کن. نباشد راست به دلت بپرانم. البته اگر که دل داشته باشی. یعنی پران آدم های ما سومن را پاره پاره میکنند. آنها با او دست نمیرسانند. سومن را آزاد کن. آخرین بار با تو میگویم. سومن چی فکر داری؟ آیا تو را سر دیم؟ عارف من تا حال نفهمیدم که تو از این دختر چی خوبی دیده ای؟ آخر او به تو خیانت کرده. دروغ نگو. من به کسی خیانت نکردم. شاهین کاسه صبرم را لبریز نکن. اوه عاشقان در حال غضبناک شدن. عارف کنی گپ زن. وقتی که از سوریه برگشته دیدی که سومن با سلیم خاندار شده بود خودت را چگونه حس کردی؟ و تو چی ها؟ و این کاری تو نباشد. در غضب شدی؟ من گمان میکنم که تا حال شما یکدیگر را دوست می‌دارید. ولی از چی سبب از هم جدا؟ دمت را گیر بس کن. نه به منفیت شما میگویم. باور کنید. شاهین چی گپ شد؟ سومن را رها کن. نباشد پدرت را میکشم. تا 3 حساب بکنم. 1 خدا چی گپ است؟ عارف چی میخواهد؟ سومن را میخواهد. مایلش او را سرده روند. نه نمیشود. سرده 2 متاسفانه از دیدار پدرت سیر نشده او را از دست میدی. دختر را سرده مرا میکشد. سرده مایلش تو غلبه کردی. تلفن را به سومن ده. عارف سومن باید هر چیز زودتر از آنجا گریزی. فهمیدی؟ مایلش چقدره که بتوانی تیزتر گریز. تیزتر. تو چی کار میکنی؟ من هم همراهی تو میآیم. زودتر گریز. زودتر. جواب این را میدی. فهمیدی؟ سومن زودتر گریز. زودتر. بازم زودتر. سومن بازم زودتر.
سلاحت رو پرتا. کدام سلاح؟ سلاحی در دستت بوده را. آفرین. معلوم که خیر زیرک بوده ای. تو باشی بسیار شوخ هستی. سلاحت را پرتا، تلفن را ده. آهسته. عارف را دستگیر کردم. دختر را گیرید. عارف را دستگیر کرد، دختر را دارید. از اینجا چه خبره؟ هیچ حرکت نکن. آقای مدیر، مردی انگلیس به این طرف رفت. با رفیقان دویده رفتیم ولی او رو نیافتیم. هنگامی برگشتن دیدیم که عارف هم نیست. ماشین ما را گرفت. خدایا توبه، دیوانه میشوم. این چی خیل نیست؟ شاهین ما را فروخت، سومن نیست و نابود شده است، عارف باشد گم شده است. این خودش چی گپ؟ آقای مدیر به خدا قسم در اینجا معما است، اما من نفهمیدم. باید یکان کار کنیم. بالده چیکار کنیم؟ کو گپ زن؟ آقای مدیر، آخر عارف یک و یک بار گم نمیشد. البته یگان نقشه داره. ظریف، اگر یگان نقشه می داشت باید به ما میگفت. چرا همیشه در آخر به من خبر میدید؟ ما نیز خبر نداریم آقای مدیر. انا بینید آنها برادر یکدیگر برآمدند ولی از ما پنهان داشتند. این خبر دروغ است. من باور نمی کنم. چرا باور نمیکنی جورا؟ ندیده این ابله به سوی ظریف سلاح کشیده، جنایتکار را از دستمان گرفت. کجای این کار دروغ است؟ خداوندا به من کمک کن، دیوانه میشوم. فیضیه؟ سلام. من از اول تو رو میدانستم. فهمیده بودم که نیتی تو بد است. بله فهمیدی؟ از پشتی من میدویدی. ولی در مسئله های زیاد عارف به تو باور نمیکرد. تو از من چی میخواهی؟ من با تو چی بدی کرده بودم؟ انتقام. چگونه انتقام؟ پدرم رو. پدری تو کیست؟ چه خیلی انتقام بوده است؟ و مرگ پدرش تو را گناهکار میداند. مردی در یتیم خانه بوده پدری فیضیه است. همون بیشرف پدری تو بود. تو رو با دستان خودم میکشم، شنیدی؟ تو رو پاره پاره میکنم، با دستان خودم میکشم. تو مرا شنیدی؟ فیضیه آرام شو. شاهین فهمیدیم که او عقلش رو گم کرده دیوانه شده است. و تو چی شد؟ چرا خیانت کردی؟ چرا چندین مدت ما را فریب دادی؟ که اینمون نفرت را چگونه در دلت پنهان داشتی؟ کوشش کردم. همیشه میخواستم که با شما پیوست شوم، اما شما همیشه مرا پس میزدید، مرا تحقیر میکردید. تو را سردار گروه تعیین کردیم، تو را دوست میداشتیم. دروغ نگو، تو هرگز مرا چشم دیدن نداشتی. در هر جا که فرصت میافتی سرزنش میکردی، میکوشیدی که مرا پس زنی. من تو را پس نمیزنم. تو اصلا خودت پستی. نابکار، خواهی از اولی قربان فیضیه همکاری میکردی.
اگر اندک با عقل میشدی همش رو میفهمیدی خانم. این نقشه را قبلا به کار برده بودیم در تونس، الجزایر، مصر و لبنان. اول مردم را باید جمع کنیم، بعداً تظاهرات کردن لازم. 15 روز شد که این کار را میکنیم. تظاهرات از حد زیاد دوام کرد، مردم مانده شد. هم مردم و هم پلیس به خانه خود رفتن میخواهند. آتش خاموش شده ایستاده است. به بالای آتش کمی بنزین ریختن لازم. دویم قدم این گونه نقشه ها بسیار هم با شدت می شود. افطوبس های پولادین پلیس ها چندی روز شد که به خانه خود نمی روند. پلیس بسیار مانده شده است. ماندگی زیاد آنها را عصبانی کرد. اگر به نفس پلیس ها بازی کنیم شاید بیرحمانه به مردم حمله کنند. این کار بسیار خوب می شود. باید آنها را نیست و نابود کنیم. نیست و نابود میکنیم. اگر لازم شود حیات آنها را میسوزانیم. مردم و آدم های خودمان باید به سوی آنها حمله کنند. برای این کار یک چند مرده لازم می شود. نگران نباش، من این کار را حل میکنم. امشب در اینجا میموری. برای من فرقی ندارد. امشب، فردا سحر، اینجا یا جای دیگر، در کجا و کدام وقتی که خواهی. فیضیه آرام شد. خودت را به دستگیر میگویم. از حد نگذرا. چی شد شاهین؟ مردنی برادرت را نمیخواهی چی؟ من با پدرت عهد بسته بودم. تو دیوانه شده یقلت رو خورده ای؟ تا حال یگان کارم رو ندیده ای؟ درده که سالهای دراز مرا عذاب میداد اینم به شما اون درد رو میچشم. فرده! شاهین میدانی چی؟ میخواهم که چگونه جان دادن عارف را سومن هم تماشا کند. فیضیه من نمیدانم که با کی چی عهد و پیمان بسته ای، ولی باید کمی آرام شوی. مرا در اینجا منتظر شو، حاضر می آیم. چه حال دارید؟ بسیار خوب. صحبت داریم. من هم اشتراک کنم. فهمم. مرا نمیخواهید. گوش کن پسرم. در این گونه کارها هیچ کس به یکدیگر باوری ندارد. نه پسر به پدر و نه پدر به پسر. تا که با من این گونه رفتار میکنید؟ تا با باوری من در آمدنت. معنیش هر چیزی که شما میخواهید میکنم. عارف، اگر عارف رو بکشی پس به تو باور میکنیم. چی این کاری آسان است؟ رفیقان چی خیل نمیابید؟ تلفن هایش را گوش کنید، قید نوارها را بینید، یگان کار کنید. نصفی کارمندان گروه گم شده است. گفت و کار را ادامه دهید. اگر یگان خبری نو شود زود به من بگویید. توبه سبحان الله. آقای مدیر یگان خبر نیست؟ نیست. گویا که زمین سوراخ شده باشد و او به قعر زمین رفته باشد. چی شد؟ سنم زنگ میزند. جواب ده. آخر من با او چی گویم؟
هر گاهی که به او گپ زنم دروغ میگویم. خوبترش به او گپ نزنم. برادر دیوانگی نکن، خودت گپ زن. اکا تو گپ زن. دیوانه شده ای. آقای مدیر اجازه ده. مایلش را. کنی اینجا بیا. با اجازت شما. کارلوس چرا جواب نمیدی؟ شام بخیر. شام بخیر. شما کارلوس رو میشناسید؟ البته. روشونده او هستید؟ بله، با او فوتیه کردیم. تمامی روز زنگ زدم جواب نداد. آیا در همینجا باشد؟ 1 ساعت پیش آمدند. در درونند. در اومدن ممکن؟ بله، مرحمت. در رک شو. کارلوس، کار این خیلی نمی شود. یا رفته آدم بر این گپ زن، یا اینکه جدا شو گفتنی. جوره گوش کن، 50 بار گفتیم. میفهمم کاری مشکل است، ولی تو یگون گناه نداری. اکا اگر دروغ گویم فرقش چی؟ یک روز نه یک روز آشکار می شود. ایان می شود که جمشید از سلاح من کشته شده است. رفته در محکمه بیانات می دهم. کالتوسی تیر رو نیافتند. چخیل کالتوسی تیر رو نیافتند؟ تیری پرونده تو خدای توبه از یک طرف در آمده، از عقب بر آمده است. خدای توبه. سلام، خوش آمدی دخترم. پدر و مادرت چه حال دارند؟ مادرم تا حال به خود نآمده است. حالی پدرم هم بد است. خداوند صبر دهد. رحمت. کارلوس راکووی در اتاق طرف راست است. تشکر. گوش کن کارلوس، من در حیاتم 1مین مراتبه برای تو شده دروغ گفتم. به سنم گفتم که دادر تو رو من پروندم. از برای تو شده گفتم. خوشبختی رو از دست ندهی گفته این کارو کردم برادر. میدونم اکا، میدونم. مادامی که طاقتی برداشت این کارو نداری، پس رفته همش را باید نقل کنی. دیگر چاره نداری. اکا سنم دیگر برای من نگاه نمی کند. آخر چخیل به او گویم که دادری تو رو من کشتم. میدونم که باید به او فهم کنم اکا، ولی من سنم رو از دست دادن نمیخواهم. همیشه نفس خودم رو خاموش میدارم. همیشه میگویم که کارلوس از برای خدا دمت رو گیر، ولی از طرف دیگر وجدانم در عذاب است. وجدانم میگوید که تو پسر انسانی. آخر خودت میدونی. اگر نگویم دلم راضی نمیشود. اگر گویم او رو از دست میدهم. چیکار کنم؟ سنم تو اینجایی؟ چرا این کار رو کردی؟ ها؟ چرا به من دروغ گفتی؟ با خدا قسم میخورم که گفتنی بودم. قسم میخورم که گفتنی بودم. گوش کن. به من دست نرسون. دستی فلوست را گیر. التجا دارم، مرا گوش کن سنم. التجا. من تو رو خوب گوش کردم. سنم التجا دارم، مرا گوش کن. سنم هر چیزی که میگویی حق جانبی توست، ولی مرا گوش کن. التجا دارم سنم. سنم نمیفهمم که سبب نفرت داشتنت از عارف در چیست؟ پدرم. او پدرم رو کشته است. من این گناه حادثه را در یاد ندارم. تو چی دیوانه شده ای؟ در یاد نداری؟ تنها پدرم رو نکشته ای، تمامی اویله ما رو پریشان کردی. پدرت خودش تظاهری بودم. آرام شو میگویم. فیضیه آرام شو. برادر، عمرت به پایان میرسد. شاهین، دیوانگی نکن. چی کار میکنی؟ عارف را میکشی. دیوانه شدی. راهی دیگر نیست. فرمان دادن. این کارو نکن. اینقدر ایمین بودنت مرا به تعجب آورد. شاهین رحم نکن. هرگز. تو هم بیا. چه خیلی جان دادن عارف را تماشا میکنی.
سنا مرا سرده گفتم هر چیزی میخوایی گفتم گیر مایلش من قاتل آیا تو قاتل نیستی؟ حیاتی رفیقم رو نجات داده دست به کشتار زدم سنم آخر در دست دادر تو سلاح بود سلاحی ساخته هم نبود من مجبور شدم سلاحی او اصلی بود برای تو شدم با پدر و مادرم زید شدم خانه را ترک کردم از بحری همه چیز گذشتم تو با من دروغ گفتی چون که نمیخواستم که تو رو از دست دهم سنم چه خیلی به تو اصلی واقعه رو میگفتم آن روزی که او رو پرونده بودی بسوی تو هم سلاح کشیده بود سنم راستی کم نمیدونم چی رو فکر داری ولی زورای تولد دارم هر گونه فکرهای خطا نکن این موضوع با اون روز یگان علاقه ندارد از او انتقام گرفتی سنم از تو التجا میکنم قسم میخورم که با اون روز یگان علاقه ندارد فرصت میجستی چی؟ نه سنم چرا این خیلی سخن میگویی؟ اگر باور نکنی سلاح را گرفته مرا پرا این برای من خوبتر است چرا با تو باور کنم؟ با من دروغ گفته بودی پس چه خیلی با تو باور کنم که سخنهایت راست است سنم مرا نمیفهمی و تو میگویم که دیگر چاره نداشتم من تو را دوست میدارم من برای تو را نرنجاندنم برای تو را غمگین نکردنم دیگر تو را باور نمیکنم دیگر به یکان سخن تو باور نمیکنم از کجا دانم والتر؟ کار ها باز چطور شد؟ دزان زن من تا به امروز در نزد یگان پلیدی به زانو نزدم اگر بمیرم هم به زانو نمیزنم دیگر وقتی کبر و غرورت گذشت من گفتم که به زانو نمیزنم هر کاری که میخوایی کردم گیر شاهین عقلت را به جوش مان عارف نسبتی تو یگان کنه نفرت ندارد دارم بله از تو نفرت دارم عارف تو یک پلیدی ترسانجک نابکار یک انسانی پستی هستی عارف دمت را گیر بس کن مرد باشی پران زودتر پران کو پران مرا اگر مرد باشی زودتر پران میگویم چرا میستی آنها منتظری مردن ایمن هستند کو پران زودتر پران میگویم شاهین التماس نپران شاهین زودتر کارا تمام کن چی شد؟ یگان مشکلی هست سخنی واپسینت را بگو از تو یک خواهش دارم التجا دارم دیگر هرگز با من روبرو نشو زنگ هم نزن سنم آخر من به تو چگونه زندگی کنم تو چی ها میگویی من زندگی میکنم به تو خوشبختانه زندگی میکنم سنم خواهش میکنم و من گوش کن اگر میدونستم که دادری تو از او رو نمیکشتم دیگر برای من فرقش نیست تمام و سلام فهمیدی؟ نرو سلام بس کن کارلوس در همه کار خیلی هست اکنون از دست ما هیچ چیز نمید کارلوس غمگین نشو برادر چرا غمگین نشوم از برای خدا نه یک دختره با خواست دلم افته بودم گفتم که اکنون خدا و مرا یک عمر خوشبخت میسازم به این حالم نظر کن جوره خداوند بزرگ است کنی صبر کن بینیم چی میشه کارلوس کجا میروی؟ کمی سیر و گشت میکنم
اگر در نصیبم باشد یگان ماشین مرا زده میکشد. برادری است. جورا دیوانگی نکن. بگذار کمی تنها سر و گشت کنم. گریه نکن. شاهین التجا دارم، نگذاره میکنم. من تو را دوست داشتم، همیشه دوست می داشتم. وقتی مردنم نیز دوست می دارم. تا قیامت دوستت می دارم. عارف من هم تو را دوست می دارم. التجا میکنم مرا ببخش. تمامی خطاگی هایم را، تمامی گناه هایم را ببخش. تو گناهی نکرده ای. تقاضای تقدیر. هرگز لایق دوست داشتنی تو نشدم. التجا دارم مرا ببخش. اینقدر نفرت انگیز هستید. لحظه های احساساتی حرامی رو برای خودتون پنهان کنید. شاهین چرا میستی؟ زودتر اون رو پرون. شاهین التجا میکنم مرا پرون، ولی عارف را سر ده. سمن دیوانگی نکن. در پیچ چشمم طاقت کشتنی تو را ندارم. از این سبب مرا پرونید. نگران نباش، نوبتی تو هم میآید. من در نزد آنها شرفم را پس نمیزنم. زاره و توالا نکن. و ظریف، کارلوس، بالتر و سردار برسان که من حقم را حلال کردم. آنها نیز حقشان را حلال کنند. مرا در پهلوی اکای صالح گرانید. عارف الوداع سمن. تو را دوست می‌دارم. من هم تو را دوست می‌دارم. التجا دارم عارف. شاهین شخصی صادق برآمد. عارف چشمت رو باز کن. التجا دارم، اما التجا دارم نمور. عارف، 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 عارف نمور. عارف مرا تنها نگذار. عارف باوری ندارم که صدای تو رو شنیدم. تو را میکشم، بارا میکنم، میکشمت. چرا حیاتی ما را سوزاندی؟ گرفته بر او را. مایلش من او رو میبرم. تو جسد رو دور کن. مرا سر دهد حیوان. عارف زودتر را گرد. یگان آدم را واکن برای جسد را کشیدن کمک کند. مایلش عارف زودتر را گرد. عارف چرا شاهینی خیلی کار کرد؟ نمیدانم با تو نمیدانم. دیده دانسته به سوی ظریف سلاح کشید. کو فهمونه چه شد؟
تا حال باوریم نمیآید. این شوخی نبود ها؟ خیلی شوخی قره بود ظریف رو میپراند. با سوی من یک مگزین تیر رو خالی کرده گریخت. خدایا توبه، هیچ باوریم نمیآید. نمیفهمم چرا این خیل کرده باشه. من یک چیز رو نفهمیدم. شاهین با او چی ارتباط داشته باشه؟ من نمیدونم. ارتباطی قوی دارد. فؤاد امیر پدر اصلی شاهین است. چی گفتی؟ او هم نفهمید. معلوم که طرف پدرش را انتخاب کرده است. این حادثه کی رخ داد؟ چرا از ما پنهان داشته؟ تنها شاهین از شما پنهان نمی داشت. عارف هم پنهان داشت. عارف حالت خوب است؟ خوبم، هیچ گپ نیست. شما چه حال دارید؟ خوبم. شکرانه پسرم که مرا از جهنم خلاص کرد. اگر تو نمی شدی حالا یا در زندان بودم یا در مرگ. تشکر پسرم. عارف، فیضیه چی میگوید؟ کنی فهمان شما به اجازت من چی کار کردنیید؟ یعنی اصلا وای راست گپ آقای مدیر، من در اول این را چندان جدی نشماریدم. چرا؟ کسی بود است که گویا وای هم پدری من و هم پدری شاهین میشده است. پدر یک و مادر دیگر بود. بله برادر. این طور که باشد شما برادر هستید؟ راستی من به این باوری ندارم، اما شاهین بارها با اصرار میخواست که من باور کنم. یا رب یا رسول الله، پسرم شما مرا مسخره میکنید. مادامی که چنین بود چرا خبردار نکرده؟ راست میگوید اکی عارف، نخواد این را از ما پنهان داره. گفتم کوبالتا، من این واقعه را جدی قبول نکردم. تصمیم گرفتم که تا آخر کار صبر کنم. فؤاد امیر نام شخصی بیماری وزین بوده است و پرستاری احتیاج داشته است. گویا ماست به همین خاطر پسرهایش به یادش رسیدند. چند سال در کجا بوده است؟ کارلوس، من از کجا دانم آخر؟ یعنی شاهین پدرش را انتخاب کرد. بله. مردی ثروتمند و با نفوذ است. عقل و هوش شاهین را ربوده است. برای مال و ملکش نه. با گمانم که کارش به او معقول نبود. او را همیشه با چشم بد نگاه میکردید. این گپ را از کجا برآوردی؟ آقای مدیر، آیا دروغ است؟ با او یک روز باشد هم با او رفیقانه رفتار نکردید. شاهین فؤاد امیر را انتخاب نکرد، بلکه شما رو با او شوخی نکردید. فیضیه، اگر سخنهای تو راست می بود ما شاهین را سرداری گروه نمی کردیم. علاوه بر این ما کمیسر شاهین را از گروه خود دور نکردیم. خانم فیضیه فرض کردیم که او را دور کردیم، نخود که برای این قدر کاری خورد با سوی من زلا کشد. آمده دردش رو انسان بری میگفت. ما هم خطای کرده خود را میفهمیدیم. اکنون چیکار میکنیم؟ کیها باز از قفای ما شدن. بهتر است یک مدت پنهان شدن است. وضعیت ناآرام است و کارها با نفع ما می رود. از این سبب به یگان جا نمی رویم. یعنی چی خیل؟ چی چیز به نفع ماست؟ اکنون پیوست شده است، از دنیا بخبر است. عملیات های ما را می دانی. نقشه های ما تیار است و ما کمی کمک لازم. برای این کار یک مسافر می آید، نامش تام سمیت. برای چی می آید؟ اینقدر سوالی زیاد میدی؟ خاطری جاوید را بین. کمی مردی دغل است، همش را به تو می فهمانم. مسافر آمد.
مسافری منتظر بوده آمد. در کجاست؟ او رو در کجا پنهان کردید؟ جناب اسمیت را در یکی از خانه خود مهمانداری کردیم. اگر آماده باشید می رویم. خیر میلش، در این باره بعداً گپ میزنیم. این آدم پدرتان است، بابایتان است، فرقش نیست. او را باید یابیم. کنیشینید. آقای مدیر، از من یگان خبر نیست. آخران مراتبه که با ما در تماس بود گفت که از خارج یک مسافرش می آید. این آدم کی بوده است؟ شخصی که در تبادلات‌های مصر، لبنان و سوریه بسیار فعال اشتراک کرده است. نقشه خریطه خود را کشیده عمل می کند. در تمام این کشورها اسلوب خاصه خود را داشته است. یعنی اکنون نوبت ما آمده است. آنها می‌خواهند که به واسطه مردم گردی همایی تشکیل دهند. در تمام کشورها این اصول را به کار میبرند. در دولت ما نیز این کار را کردن می‌خواهند. این آدم را باید هر چیز زودتر دست گیرد. راست گفتی. مرحمت. خوب شده است. این خبر را سومن روان کرده است. بسیار خوب. میلش بیده. بله فهمیدم. خوب شده است. در حال سفربر میشوند. او رو در سری قاضی در یک خانه جایگیر کردن زودتر باشد. با دقت باشد. او صاحب شناسنامه دیپلماتی است. او را باید زنده دستگیر کنید. اطاعت سردارم. رفیقان میرویم. زودتر باشد. گوش کنید. سومن را احتیاط کنید. حیاتی او در دست شماست. باز به یگان خطاگیر راه ندهید. سردار. اطاعت سردارم. اطاعت آقای مدیر. خداوند مددگارت. آمین. جناب فؤاد، میدانم که پسر شماست، اما با او باور کردن رو مصلحت نمیدیم. جاوید سبستن خان، او به سوی کارمندان تعیینات مخصوص سلاح کشید. قریب بود که او را میکشت. از کجا میدانید که باز حیله و نیرنگ نکرده؟ دمت را گیر سبستن خان. من هرگز اشتباه نمی کنم. شاهین اکنون از ماست. از من شبه کنو. از او نه. من فکرم رو گفتم. باقی کار در دست شماست. در اینجا چیکار میکنی؟ من باید این سوال رو میدادم. با من تماس گرفتند. من قبول کردم. این قرار رو با سردار یک جا دادیم. چرا آقای مدیر با من خبر نداد؟ احتیاجا ما رو نگاه دارند. یکون چیز رو آموخته؟ هنوز نه. از خارج کشور یک مسافر مخصوص می اومده است. جاسوسی مخفی. رفتی عملیات رو به مردم اینجا بودم می آموزند. بله، حاضر شنیدم. سراغه او رو فهمیدم. رفیقانم و علاقه سفر بر شدن. راست میگویی؟ دستت رو بالا کن. شاهین چی کار میکنی؟ دستت رو بردار گفتم. در اینجا چی گپ است؟ شاهین؟ این دختر رو به اینجا کی آورد؟ این دختر کارمند تعیینات مخصوص است. صاحب کارمند استخبارات همه را فهمیده است. یک دقیقه اشتباه شده است. چی کار میکنی؟ نامش سومن است. اگر خواهید رقم شناسنامه‌اش را میدیم. دستت را بردار. بردار! سنم صحبت کرده توانستی؟ نه اکا، جرأت نکردم. کاری مشکل است. اکا شبی دراز خواب نکردم. چی خیل گفتنم رو نمیدونم. چی کار کردنم رو نمیدونم اکا. بگذار از من بیند کارلوس. اکا آخر تا که این خیل دوام میکند. اگر فهمد چی میشود؟ اون وقت حیاتت میسوزد. رفیقان، با من گوش کنید. لبای عارف. در گمانم که سومن در درون است.
برای همین باید با دقت باشی. خوب شده است که عارف. کارلوس تو جای خودت رو گیر. خوب شده است که برای کار والتر، ظریف، شما قفار رو نظارت کنید. میلش کنی فهمان چرا میدانی؟ شاهین این چی گپ؟ از این پس رفیقی تو با ما کار میکند. خواهی خدا تو رو لعنت کنه. چرا این خیال کردی؟ کنی فهمان چرا فهمیده است؟ مکان مسافران را میدانم. بله میدونم. کارمندان تعیناتی مخصوص کایخوب از داخل خانه شدند. همتون رو دستگیر میکنن. خدا تو را لعنت